الرحمن علی العرش استوى. الرحمن یعنی خداوند رحمان، علی العرش بر عرش، استوى ما یلیق بشأنه وليس كمثله شیء. لج ما طرف تا گوری در ارتباط به صفات خداوند متعال، عقیده و باور از آدرس اهل سنت و جماعت از چی قرار است؟ عزیزان دل، برخی آیات تعویل شده است. مثلا وهو معكم اینما کنتم، وهو معكم اینما کنتم. انگامی که سراغ تفسیر معیاری برویم به معنای علم گرفتند، یعنی علم خداوند با شماست. در هر سرزمینی که باشید از علم خداوند پنهان شده نمیتوانید. یا در حدیث می آورد پروردگار بنده را می گوید در روز رستاخیز: من که بیمار شدم چرا عیادت نکردی؟ من گرسنه شدم چرا غذا نیاوردی؟ من تشنه شدم چرا آب ندادی؟ این احادیث است. مگر بنده در پاسخ میگوید که تو معبود منی، پروردگارم نه بیمار می شود، نه گرسنه می شود، نه هم تشنه. پروردگار در پاسخ میگوید هنگامی که بنده نیکنام من بیمار شد بیمار پرسی و عیادتش نرفتی، هنگامی که بنده نیکنام دیگر گرسنه بود غذا ندادی، هنگامی که بنده نیکنام دیگر تشنه بود آب برایش تهیه نکردی. پس اینجا تعویل از آدرس خود الله و رسول است. تعویل در اینجا از آدرس کیست؟ از آدرس الله و رسول. باقی میاییم صفات و متشابهات قرآنی در یک ردیف ان. آیا تعویل کنیم یا به آنچه که سلف داشت حملش کنیم؟ در این راستا دیدگاه های عجیب و غریب است عزیز دل. دیدگاه های متکلمان بیشتر به تعویل رفتند، مگر برداشت شخصی من این است آنها ناگزیر ماندن در برابر گروه های گمراه و گمراهگر به خاطر الزام آنها تعویلی کرده اند که این کار از صفت صورت نگیرد. تعویل هم دوگانه است. یک نوع تعویل است که صفت معطل میماند، یک نوع تعویل است که صفت بر جا باقی است. یک تحقیق عمیق است. تعویلی که صفت معطل شود و آنها را معطله گویند. معطله یک اندیشه است. صفتهای خداوند همه را به تعبیر خودشان رد میکنند. اون خود قطعا نادرست است. انگامی که تعویل صفت را بر جا میگذارد مشکلی ندارد، با آن هم برداشت شخصی من این است. در همچون موارد داشته سلف بر ما بسنده است. الرحمن علی العرش استوى. شما اگر دیده باشید من چنین گفتم خداوند که رحمان هست بر عرش استوا، حتی نگفتم که مستوی است. در بعض موارد میارن رفع و علا، پروردگار بالای عرش مستوی و بلند است. جالب اینجاست من آن را هم نگفتم. چرا؟ یک سال از آسیای میانه یک کسی زیاد سر این قضیه اندیشید و من با او گفتمان داشتم. نکته را در منابع علم عقیده دریافتم، مرا یک جرقه داد. نکته این است، گفتند که برخی از محدثان و متکلمان گفتند الرحمن علی العرش استوا. استوا فعل ماضی است، مستوین اسم فاعل است. آنچه در نص داریم استواست. اسما و صفات خداوند که توقیفی هست از دید نص استوای ماضی منصوصی است، ولی مستوین نص جدا کار دارد.
اگر گفته شود که الرحمن علی العرش مستوین، باید آیت و حدیث جدا داشته باشیم. به همین انداز دقت تمام در داشته های صدر اسلام داشتن. این نکته مرا یک جرقه داد، یعنی حاصلش اینجاست. هر آنچه در این باب منصوص قرآن و حدیث است، کسی را اجازه تغییر، تبدیل، زیادت، نقصان نیست. دروازه به تصرف مسدود است. الرحمن علی العرش استوا، تنها استوا را به فارسی و پشتو برگردان دقیقا صحیح است، لکن ماضی را اسم فاعل ساختن نص جدا می طلبد. این که این نظریه چقدر مهم هست یا نیست من برای تحریر نقل کرده ام، تثبیتش نکردم، صرف جرقه را خدمت عرض کردم که به مغز من یک جرقه شد که یا اینها چقدر باریکن. بنان الرحمن علی العرش استوا، اگر گفته شود که پروردگار بر عرش مستقر است، پروردگار بالای عرش است، بالای عرش قرار دارد، هر تعبیری را که انجام دهید ناگزیر استید که در ادامه بگویید ما یلیق بشأنه ولیس کمثله شیء. هر قدر دامنه دهید از این دو خلاص نمی شوید. بگویید آنچه مناسب جلال و شأن اوست که مانند در ذات و صفات خود ندارد، هر دو منسوسی است. پس چی خوب است در گام نخست بگوییم الرحمن علی العرش استوا، پروردگار بر عرش استوا دارد، خو آنچه مناسب شأن اوست، آنچه که مانندم ندارد. از آغاز اگر حمل به صدر اسلام فکره سلف کنیم کار ما آسان می شود. بنان پیشنهادم اینجاست دقاقت و تدقیق فلسفی را، داشته های دیگران را چندان نهادینه نکنیم. داشته صدر اسلام تنها اینجا نیست. یوم یکشف عن ساق، پروردگار عالم، حاصل معنای آیت اینجاست. هنگامی که پاچهش برزده شود، یکشف عن ساق حاصل در فارسی است پاچه برزده هنگام جدیت است. پس بودن ساق به پروردگار، کشف ساق به پروردگار، فقط همین را باید گفت یلیق بشأنه ولیس کمثله شیء. یا ید الله نه بل یداه مبسوطتان، هر دو دست خدا باز است. پس ثبوت دست به خداوند، باز بودن دست به خداوند گفته شود که یلیق بشأنه ولیس کمثله شیء. به همین منوال پروردگار به خود نفس ثابت کرده است در قرآن کریم انک تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. نفس خداوند ما یلیق بشأنه ولیس کمثله شیء، جاهایی که علم تعبیر شده به جای خودش، در غیر آن. در احادیث می آید پروردگار خنده ضحک انجام داد، آن خنده‌ای که مناسب شأن اوست، ولیس کمثله شیء. پروردگار هنگام نماز پیش روی شماست، با خدا مناجات داری. اگر سلف تعبیر علم کرده باشند خیر، در غیر آن ساده طریقش این است آنچه مناسب شأن اوست ولیس کمثله شیء. با برداشت من امام غزالی رحمت الله علیه یکی از شخصیت‌های برجسته، نخبه و چهره امت اسلامی، من خیلی دوستش دارم اما معصوم نمیپندارم. در فن حدیث و تخصص حدیث هم مشکلاتی که دارد انتقاد نمی کنم خدا رد، مگر اون شخصیت در گام نخست فلسفی بود. پس از آن یک مرد به اصطلاح از یک گروه باطنی دیگری را دفاع کرد. در مرحله سوم یک متکلم نامدار شد. در مرحله چهارمیش از کل از اینا صرف نظر کرد. به خاطر رد فلسفه کتاب نوشت زیر نام تهافت الفلاسفه. تهافت الفلاسفه به این معنا سقوط فلسفه در عرصه های فکری. در اینجا داشته های فلسفی خود را رد کرد. پس از آن که به باطنیه و متکلمین رفت، هم تعویلات عجیب و غریب
برای اثبات مطلبش داشت، مگر در گام چهارم کتاب نوشت الجام العوام عن علم الکلام. در آخرین گامش نوشت که آنانی که به علم کلام غوطه زده‌اند مانند مرزای امور عامه، خیالی و شرح عقاید، دامن فلسفه را بزرگ ساختن تا عذاب قبر بعد از آن متوقف می سازند. عقیده اصلی که از اثبات عذاب قبر آغاز می شود سال تعلیمی به پایان رسیده است. مردان و طلاب مدارس مصرف نظر کرده اند، کلا به دامن فلسفه و منطق و غیره به نام عقیده رفتند. هنگام شما به مرزای امور عامه داخل شوین، هیچگاه از بحث اصطلاحات منطق و فلسفه فارغ نمی شوید که تا یک حرف از عقیده هم بگویید. الله سبحانه و تعالی رحم کنه. بنان در اینجا کتاب نوشت که الجام العوام عن علم الکلام. هنگامی که شما به محتوای این کتاب بروید، یک کتاب نازدانه داشته های سلف صدر اسلام را برای چنان توجیه زیبا کرده است که هیچ اختلال دیگر نباشد. یک مثال از الجام العوام خدمتتان عرض می کنم. می گوید هنگامی که در قرآن در حدیث نگاه کردی که برای خداوند دست ثابت کرده است، هنگامی که این نص را شنیدی مستقیما سراغ تصور ناخون، انگشت، گوشت، پوست، خون، اعضایی که گرفته تو به آن می شود، سراغ اینها نرو. یک سر سوزن تصور امچ خیال را در ذهن جا مده. ما یلیق بشانه ولیس کمثله شیء. این داشته مرحله چهارمی امام غزالی است. در این مراحل هدف دارم در جهان امروزی آنانی که بحث متخصصانه ندارند یا از مرحله فلسفیش استدلال میکنن، روح را مجرد معرفی میکنن. میگویند که امام غزالی باورمند است که روح مجرد است، اما نصوص قطعی ثابت میکند که نه، روح جسم است، جسمی لطیف در بدن انسان است. اینجاست اون بحث‌های فلسفی امام غزالی است. از آن میگذریم، ممکن از آن گذشته که مرحله چهارم پیش ماست. عین شکل نسبت به امام غزالی داده اند که گفته باشد پروردگار در روز قیامت را برپا نمی کند مگر تا هنگامی که از بزرگان اهل تزکیه اجازه نگرفته باشد. اگر یا مکاشفاتش بحث‌های مکاشفوی مرحله دومی یا سومی از زندگیش هست، بیایید مرحله آخری آن را تمثیل کنیم. آخرین مرحله‌ای که الجام العوام عن علم الکلام، عقیده و باور، اعتقاد ما را صیقل زده، نور پاک داده برای تقدیم می کند. از این رو این یک مشکل است. ببینین آیاتی که تاریخش قبلی است با آیات بعدی منسوخ است، احادیث قبلی که با احادیث بعدی منسوخ است. سخن مجتهدانی که در اوایل بود قبل از مرگشان از آن رجوع کردن، در اینجا تخصص تفسیر و حدیث و فقه یک بحث مشترک دارد. با آیات منسوخ فتوا دادن نادرست، با احادیث منسوخ فتوا دادن نادرست. از یک مجتهد که اقوال مختلفه باشد با قول مرجوع عنه فتوا دادن غلط. قول آخریش فصل و فیصل در جامع امت اسلامی است. از این رو از الجام العوام دید امام غزالی را تمثیل باید کرد، نه از تاریخ فلسفی بودنش یا قضایای دیگرش. صدایتان نمیشنم موضوع را گرفتین یا نه؟ ارفعوا ایدیکم. کسی مطلب را گرفتی؟ من بس خلاص 20 و چند سالی که در اختیار شما هم. اگر تفسیر سال اول و دوم را نگاه کنید، برخی نظریات است که اینجا داشته های من با آن متفاوت است. بنان پیامم با تک تک محبانم این است، دیدگاه های آخری بنده را بگیرید. این را تناقضگویی هم انجام ندهید. تناقضگویی نیست، زیرا تحقیقات علمی بر منطق دلیل استوار است. چرا امام ابو حنیفه تا 3 روز قبل از مرگش
از مس بالای جوربین رجوع کرد و سخینین را اجازه داد. دلیلش چیست؟ پس از این رو تحقیق علمی در تناقض 8 وحدت شرط دان. یکی آن وحدت زمان است. بس از این رو این یک بحثی بود علمی. از این آدرس شما خیلی مشکلاتتان حل میکنید. و نسبت به امام غزالی اگر بدگمان شدی، از الجام العوام گمانت را تحسین و تصحیح کن. عزیز دلم، فاحفظوه فی هذا المقام ولا تجدوه الا في صدور الكرام و انا لست بكرام بل نقلت من الكرام وإن كنت كراما فلا باس علی ولا علیکم. الله سبحانه و تعالی رحم کند. این مراحل را که اشاره کردم مراحلی است که شما به او نگاه کنید. پس برمیگردم. الرحمن علی العرش استوى. در جوانی یک قصه دارم به عنوان تحریر نقل میکنم، ولکن تثبیت نه. آن این است: در ماه رمضان جای مهمان هستیم. یک جوان بر اسما و صفات خدا حمله کرد و گفت که شما ملت ها عقیده هایتان اشتباه است. بعد از الرحمن علی العرش شروع کرد. من گفتم که خیر، و هو معکم اینما کنتم. بعد این جوان خودش خود نمیدانست، اصطلاح علمی را به کار برد. گفت و هو معکم در سیاق علم است. و هو معکم در سیاق علم است. قبل از این از علم خداوند صحبت شده است. پس معنایی است که علم خدا با شماست. من گفتم اگر قرار باشد سرنوشت ما را سیاق تعبیر کرده باشد یا سباق، اینجا قرآن الرحمن، اینجا قرآن کریم سیاق و سباقش دیده شود. قبلا است که ممن خلق الارض والسماوات العلا، پشتش است که له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما. با در نظر داشت سیاق و سباق، در سباق این آیت آفرینش آسمان ها و زمین هاست. پس معنا این است که الرحمن علی العرش، خالق عرش هم خداوند است. اگر از آدرس سیاق و سباق تشخیص شود، خالق عرش هم خداوند است. چنین معنا می شود. واقعا من نمیخواستم شرمنده شود، خوب مگر بسیار شرمنده شد. هدف من آن نبود، آمادگی هم نداشتم، خب خیلی شرمنده شد. این یک بحثی بود که برات نقل کردم، تحریر کردم. اما تثبیت عقیده این نیست. و هو معکم اگر از آدرس سلف چنانچه که نقل شده است، از آدرس صحابه معیت علمی معنا شده است، اما اینجا نشده. بالکل آن را به معیت علمی، این را به ما یلیق بشأنه ولیس کمثله شیء. صدایتان میشنوم. یک اندازه رفاقت کنید در بحث صفات خداوند که داغترین موضوع جهان است. به می اندازه که کوتاه گفتم، قناعت کسی فراهم شده باشد دستانش را بلند کند. صادقانه برخی انسان هایی که دست بلند نکردید باز مجبور استید از نزدیک صحبت کنید. اگر در میانتان کسایی است که قناعتش فراهم نیست، باز یک مطالعه شخصی هم در کار است. زیرا به خاطر این که بیشتر از این گزینه در دنیا دیگر گزینی را هم در نمیابی. بهترین گزینه همیست ما یلیق بشأنه ولیس کمثله شیء.